اکثر مجله های اینترنتی مقاله را نشر کردن یا اینکه خبر را برای سمع ما رسانیدن که روابط بین قطر و تاجیکستان یا همون ویزا بین تاجیکستان و قطر بیکار کرده شده است. یعنی شخصانی که از تاجیکستان به قطر رفتنی هستند میتونن که به ویزا به مانندی که روسیه و ترکیه که میروند به ویزا میتونن که بدرویند به دولت قطر. تا چه اندازه خبر درست است یا اینکه نادرست و آیا عمیق 30 روز هست یا اینکه 90 روز؟ برای کار کردن میریم در وبسایت رسمی قطر خودش تا انیق کنیم که همین خبر درست است یا نادرست است. در وبسایت visitqatar.com میدرویم. این سایت مخصوصی حکومت قطر هسته که در اینجا چی میکنه نشان میده که کدام دولت ها میتونن که قطر به ویزا بدرویند. 102 دولت هسته. برای این ترجمه تاجیکیشته میدرویم. وقتی که ما با زبان تاجیکی میکنیم در اینجا تفصیلات روابط شهروندان بیش از 102 کشور جهان حق ورود به دولت قطر را دارند. قابلیت روابط خود را سنجید. در همین میجقیم وقتی که ما در این میجقیم در اینجا به ما چی میگه؟ ورودی بدون روابط یا روابط الکترونی. در اینجا انتخاب میکنیم انا کدام دولت های تاجیکستان رو میگذاریم. تاجیکستان رو ویبر میکنیم. نگاه کنید در اینجا چی میگه؟ به روابط وارد شوید. شناسنامه مهمان باید نه کمتر از 3 ماه از روز وارد شدن به قطر اعتبار داشته باشد. وقتی هم که با انگلیسیش میکنیم میبینیم اینتر ویزا فری، یعنی که درآمدی به ویزا. The visit to passport خب میگه با دویم باره با همون زبان رسمی انگلیسی در اینجا نوشته. اگر رفت همین تاجیکستان دیگه دولت بکنیم مثلا سوریه مثلا اینجا نوشته در اینجا چی نمیبره رامونا. آیا شما ساکنی دیگه میبینیم که در اینجا چیکار میکنه نمیداره. برای سوریه را نداره، برای یه دولت دیگر هم مثلا سوریمن به روابط وارد شوید میگه. مثلا در اینجا چی میگه؟ برای رسپوبلیک سوریه عرب هم نداره اینا درآمد. اینجا تایوان هم میبینیم برای تایوان چی میگه؟ ایشتم نداره. خلاص که هر کس هر دولت هر خیلی اینه. تنزانیا هم نداشته. فقط اینه مثلا وقتی که تاجیکستان ویبر میکنیم چی میگه؟ به روابط وارد شوید میگه.